اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار آناء. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. سروران عزیز، دوستان گرانقدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بازم خوشحال هستیم که در خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر قرار داریم و برنامه از برنامه‌های عقیده در پرتو قرآن و سنت خدمتتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز، وقتی که برنامه عقیده را گوش میگیرین و موضوعات عقیده را بحث میکنیم، این را باید یاد داشته باشیم که الله متعال در قبر از ما پرسان نمیکنه که شما از کجا هستین، مال کجا هستین، با کدام مذهب و در کدام قریه و در کدام ولایت و مملکت تولد شدین و پدرتان کی هست. سعدی رحمت الله علیه میگه پسرم، وقتی تو را در قبر نهند نگویند که پدرت کیست، گویند عملت چیست. درس‌های عقیده را گذشته از اینکه مذهب ما چی هست، وطن ما کجا هست، در کدام حزب و گروه هستیم. وقتی به قرآن عقیده داریم باید آنچه عقیده قرآن هست او را بپذیریم. وقتی بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم عقیده داریم باید بپذیریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما چه قسم عقیده را بیان کرده. برنامه امروز بالای توحید الوهیت است. الوهیت چی معنا میده و مفهوم اله چی هست؟ الوهیت چند قسم است و شامل کدام بخش ها میشه؟ خود کلمه الوهیت از کلمه اله گرفته شده و اله در زبان عربی به معنای معبود است، یعنی کسی که عبادت میشه. البته این در عرف لغوی، در لغت وقتی کسی را اله میگن به این معنا هست که او را عبادت میکنن و جمع اله آلهه هست. آلهه به این خاطر عرب های عصر جاهلیت بت‌های خود آلهه میگفتن. اله در لغت به معنای معبود شد. خواهی معبود به حق باشه و یا باطل باشه او را اله میگن. ولی اله در اصطلاح کسی است که ذاتش عبادت میشه و قانون و شریعتش تطبیق میشه. پس ما وقتی اله میگیم او اله دو خصوصیت می داشته باشه. خصوصیت اول که ذاتش عبادت میشه و خصوصیت دومش است که شریعت و قانون که او تعیین میکنه او اطاعت میشه. پس اگر کسی الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنه و از شریعت الله سبحانه و تعالی پیروی بکنه، الله سبحانه و تعالی را رب خود گرفته، خالق خود گرفته، معبود خود گرفته. به می خاطر در شریعت الله تمامی پیغمبرها که می آمدن برای امت خود می گفتن که لا اله نیست هیچ کسی مستحق این دو چیز. هیچ کسی مستحق از این نیست که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله،
به غیر از الله سبحانه و تعالی. پس الوهیت یعنی توحید عبادت و اطاعت. توحید عبادت و توحید اطاعت. با اساس این معنا در توحید الوهیت دو تقسیم صورت میگیرن، دو قسم است توحید الوهیت، دو بخش میشه، یکی توحید عبادت و دومش توحید اطاعت. توحید عبادت علما تعریف کرده میگن که توحید عبادت افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یعنی یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت می باشه. و توحید اطاعت چی میگن؟ افراد الله سبحانه و تعالی بالاطاعه، یگانگی الله سبحانه و تعالی در اطاعت شریعتش. خب نامهای از این توحید چی میگن؟ این توحید نامهای زیاد داره. توحید الوهیت یکی از نامهایش توحید الوهیت است که خدمتتان عرض کردیم که به خاطر از این توحید الوهیت میگن که در این توحید وحدانیت الله سبحانه و تعالی در عبادت و در اطاعت می باشه، به این خاطر این توحید الوهیت میگن. نام دومش توحید عبادت هم ایره میگن. چرا توحید عبادت میگن؟ ایره توحید عبادت به خاطر از این میگن که یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادتش می باشه. پس وقتی الله سبحانه و تعالی در عبادتش ما به یگانگی او را عبادت میکنیم، ایره توحید عبادت میگن. سومی نامش توحید عملی هست. الله سبحانه و تعالی را ما عملا عبادت و اطاعت میکنیم، به این خاطر این توحید چی میگن؟ توحید عملی هم میگن. این توحید عملی هم میگن. چهارمین نام از این توحید توحید اطاعت است. چرا؟ به خاطر از که الله سبحانه و تعالی به یگانگیش در احکامش اطاعت میشه. قانون کسی دیگه را نمیپذیریم و از قانون کسی دیگه پیروی نمیکنیم، بلکه در زندگی خود از شریعت الهی اطاعت میکنیم. همچنان نام پنجم از این توحید اتباع هست. توحید اتباع به خاطر ازی میگن که متابعت از الله سبحانه و تعالی در احکامش میشه. و ششمی نام از این توحید حاکمیت هم است که در توحید حاکمیت میگن به خاطر ازی که این الحکم الا لله، حاکمیت نیست مگر مخصوص الله. پس احکام الله سبحانه و تعالی در همین توحید تطبیق میشه. خب حالا میگیم که بخش اوله که توحید عبادت است، یعنی دو قسم گفتیم داره که قسم اولش توحید عبادت است. میگیم بحث سر توحید عبادت میریم و بعد از اینکه توحید عبادت ختم شد میگیم بحث میکنیم سر توحید اطاعت. توحید عبادت چه قسم تعریف میشه؟ افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانگی الله سبحانه و تعالی در عبادت است. یعنی یک انسان مسلم مؤمن موحد الله سبحانه و تعالی را به یگانگیش عبادت میکنه. الله سبحانه و تعالی را به یگانگیش عبادت میکنه. خب ارکان عبادت چی هست که وقتی ما عبادت میکنیم؟ ارکان از چی هست؟ 3 رکن اساسی داره. اول خود عبادت به معنای مطلق ذلت است. معنای مطلق ذلت است. اگر یک انسان خود پیش یک کسی ذلیل میسازه، او را بر از او عبادت کرده. ولی عبادت 3 رکن داره. خوف است، رجا است و محبت است. هرگاه یک کسی خود پیش یک مخلوق ذلیل میسازه، از اون مخلوق میترسه، خوف داره از او، امیدوار چیزی هست که بر از او پسر یا دختره بده و بر از اون مخلوق محبت داره، در این صورت اونم مخلوق معبود خود قرار داده و او را عبادت کرده. اما ما مسلمان ها خود ذلیل میسازیم در مقابل ذات
یگانه ذوالجلال. سر خدا رکوع میکنیم، انحنا میکنیم، به رکوع میریم سبحان ربی العظیم، به سجده میریم سبحان ربی الاعلا. پس ما خود ذلیل میسازیم در مقابل ذات واحد ذوالجلال. به هیچ مخلوق دیگه خود ذلیل نمیسازیم. ولی این ذلت ما در مقابل خالق متعال با کمال محبت است. 3 رکن دیگه است که الله را دوست داریم. والذین آمنوا اشد حبا لله. پس ما الله را عبادت میکنیم با محبت بسیار قوی. وقتی الله را با محبت عبادت کردیم، در پهلوی از این محبت کمال خوف و کمال رجا هست. کمال خوف که از الله و از عدالت الهی میترسیم و کمال رجا به رحمت الله امیدوار هستیم. پس ما مسلمان ها، علامه ابن قیم رحمه الله میگه که شما درباره از اون مسلمان چی میگن؟ که مسلمان مثل یک پرنده هست. میگه انسان مسلمان مثل پرنده است، تشبیه میکنه انسان مؤمن با یک پرنده که رأسه، که سر از او چی است؟ سر از او پرنده محبت است و جناحیه و 2 بالش خوف و رجا هست. پس این انسان مسلمان وقتی به خالق خود عبادت میکنه با کمال محبت، با کمال امید و با کمال خوف. نکته دیگه که سر از او باید بحث بکنیم که شروط قبولی عبادت در چی هست؟ عبادت چه وقت قبول میشه؟ عبادت به 2 شرط قبول میشه. عبادت انسان مسلمان به 2 شرط قبول میشه. شرط اولش چی است؟ که انسان مسلمان وقت عبادت میکنه اخلاص بسیار قوی به الله سبحانه و تعالی داشته باشه. اخلاص در قرآن عظیم الشان الله سبحانه و تعالی میگه در سوره نساء آیت 36 واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. شما الله را عبادت بکنین و در عبادت الله کسی را شریک نسازین. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امر نشدن مگر ای که الله را عبادت بکنن مخلصین، با بسیار اخلاص. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این اخلاص میگن. اخلاص چی هست؟ که در اونجا هیچ نوع شرک نباشه. اخلاص چی هست؟ 100% نیتتان در هر عبادت فقط رضایت الله باشه. این اخلاص میگن. پس اگر یک انسان عبادت میکنه و در عبادت از او 100% رضایت الله نهفته باشه، این اخلاص است. پس شرط اول عبادت اخلاص است و شرط دوم قبولی عبادت انسان متابعت است. از کی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس اخلاص باید انسان داشته باشه. یک و دوم، این انسان مسلمانی که اخلاص داره این باید چی داشته باشه؟ متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن. در سوره حشر آیت 7 الله سبحانه و تعالی میگه که و ما آتاکم الرسول، و آنچه را که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما آورده فخذوه، او را بگیرین، و ما نهاکم عنه فانتهوا، و آنچه را که شما را از او منع کرده از او شما خدا چی کنین؟ دور بسازین. پس ما مسلمان ها به خاطر از اینکه عبادت ما قبول شود، برای اینکه عبادت ما توحیدی باشه، در عبادت توحیدی کمال ذلت برای الله میکنیم، با کمال محبت، با کمال خوف و با کمال رجا و امیدواری. و به خاطر که همین عبادت توحیدی ما قبول شود، در اینجا 2 شرط مراعات میکنیم. شرط اول که عبادت ما خاص برای الله می باشه.
در اوج هیچ مخلوق را داخل نمی کنیم. و دوم به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت میکنیم. بسیاری کسا هستن دوستا عبادت میکنن، لکن مشکل از این چی است که عبادت از اینا قبول نمیشه. یا در عبادت اخلاص نیست. اخلاص چه وقت از بین میره؟ در صورتی که در عمل انسان شرک داخل شود. وقتی که در عمل انسان شرک داخل شود، شرک در نیت انسان شرک داخل میشه. اگر در نیت شرک داخل شد، اخلاص از بین میره. چرا؟ اخلاص توحید از در نیت. اخلاص توحید از در نیت. اگر اخلاص از بین رفت، شرک داخل میشه و انسان مشرک الله عبادتش قبول نمیکنه. شرط دومش چی هسته؟ باید به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. چون ما و شما وقتی عبادت الله را میکنیم به اساس تعهداتی که در کلمه لا اله الا الله داریم. پس اینجا ضرور است که معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را بفهمیم. و اگر پرسان کنیم از یک مسلمان که شما معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را میفهمین، میگه بله میفهمیم. پس چرا وقتی که معنایش میفهمین در کلمه طیبه چند تعهد کردین؟ بسیاری کسا نمیفهمن. و چون معنای تعهدات خود در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نمیفهمن، از این خاطر برش مشکل چی پیدا میشه؟ مشکل پیدا میشه که بعض اوقات تعهدات خود مشکنانه. ببینید وقتی بگیم لا اله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود. لا اله، نیست هیچ کسی مستحق این که ذاتش عبادت شود و قانون و شریعتش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. الا الله، بغیر از الله. لا اله. ببین در لا بسیار لا اله، نیست هیچ کسی، نیست هیچ ملائکه، نیست هیچ پیغمبری، نیست هیچ مجسمه، نیست هیچ قبری، نیست هیچ مرقدی، نیست هیچ پیغمبری، نیست هیچ اولاد پیغمبری، نیست هیچ نبی، نیست هیچ ولی، نیست هیچ درختی، هیچ زنده جان و بیجان، هیچ کدام از اینا نیستن مستحق از این که ذاتشان عبادت شود و شریعت و قانونشان تطبیق شود الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. پس همه نفی میشه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. پس انسان مسلمان باید به تمام طواغیتی که ابلیس و ابلیس صفتها و پیروان ابلیس از او پیروی میکنن، اونا را باید ترک بکنیم. و همچنان هر معبود باطلی که بعد از مرگش عبادت شده، هر کسی، هر مخلوقی که عبادت شده بعد از مرگش، او مستحق عبادت نیست. فرق بین معبود باطل و بین طاغوت در این نقطه هست. اگر یک کسی از عبادت خود در زندگی خود راضی باشه، او طاغوت است. اگر کسی شریعت و قانون ضد شریعت الله میسازه، او طاغوت است. اما اگر یک کسی در زندگی خود قانون ضد شریعت الله نساخته و از عبادت خود راضی نبوده، لکن بعد از مرگش او به عبادت گرفته شده است، ای باز معبود حق نیست، معبود باطل است. چرا؟ به خاطر که معبود حق فقط الله سبحانه و تعالی هست و کلمه طیبه همین است که لا اله، نیست هیچ کسی مستحق از اینکه ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. و تطبیق شریعت الله و عبادت الله به طریقی کی میشه؟ محمد رسول الله، به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس به این اساس در کلمه طیبه 3 تعهد است. تعهد اول وقتی ما مسلمان کلمه میخوان و یه وقتی یک کافر نو مسلمان میشه و میگه کلمه بخوانم، چرا بخوانم؟ این به خاطر اینکه با خالق متعال باید 3 تعهد بکنیم. تعهد اول، یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادتی به هیچ مخلوق نمیکنم.
این تعهد اولتان است. بله، لا اله الا الله این تعهد اولمی است. باز میگم یا الله بغیر از ذات تو تعهد میکنم، بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوقی در مقابل هیچ مخلوق انجام نمیدم. تمام عبادت های خدا خاص برای تو میکنم، رو به طرف قبله میکنم. و تعهد دوم چیست؟ یا الله تعهد میکنم که هیچ قانونی را که ضد شریعت تو باشه، هیچ قانونی را بغیر از شریعت تو نمیپذیرم و نه بالای خود و زیر دستای خود تطبیق میکنم. این تعهد دوم شد. تعهد اول یا الله بغیر از ذات تو به هیچ کس عبادت نمیکنم. تعهد دوم یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کس دیگه را نمیپذیرم و بالای خود تطبیق نمیکنم. تعهد سومی چی است؟ یا الله عبادت ذات تو را و تطبیق شریعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدم. پس انسان مسلمان در کلمه طیبه لا اله الا الله با خالق خود 3 تعهد میکنه. و همین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هر کس که آخرین کلمش، کی میتونه آخرین کلمش لا اله الا الله باشه؟ این انشاءالله کسی می باشه که به می تعهدات خود در زندگی خود چی کرده؟ با این تعهدات خود در زندگی خود تا آخر مرگ دوامدار باقی مانده. از اینکه وقت برنامه پوره شدن شما عزیزا را به خالق یکتا میسپارم. امیدوار هستیم که زندگی خود با این تعهدات 3گانه ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار.